عمر خیام فیلسوف، ریاضیدان، متماتیک و شاعر مشهور تاجیک و فارس. خیمه خیام. بخش خیمه خیام با مقصد شناسایی بیشتر به جهان اندیشه ها و پند گرفتن از اندرزهای حکیمانه این پیر خرد تهیه می گردد. پرخون ز فراقت جگری نیست که نیست، شیدای تو صاحب نظری نیست که نیست. با آنکه نداری سر سودای کسی، سودای تو در هیچ سری نیست که نیست. پیش از من و تو لیل و نهار بوده است، گردنده فلک نیز به کار بوده است. زینهار قدم به خاک آهستنی، که آن مردمکی چشمی نگار بوده است. تیری که اجل کشد سپه را هیچ است، وین محتشمی و سیم و زرها هیچ است. چندان که بر روی کارها در نگریم، نیک است که نیک است دیگرها هیچ است. چون بلبل مست راه در بستان یافت، روی گل و جام باده را خندان یافت. آمد به زبان حال و در گوشم گفت، دریاب که عمری رفته را نتوان یافت. خیمه خیام.